خوش نمی آید مرا با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا گویم رازین در و سلطان وقتی خیش باش گویم رازین در و سلطان وقتی خیش باش بعدی سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا بعدی سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا چاکرانت را نمیگویم که خاکی آن درم چاکرانت را نمیگویم که خاکی آن درم با بزرگا خود ستایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا با بزرگا خود ستایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا از لبی لالت نپهرزم و دوری آن دو چشم پیش مستان پارسایی خوش نمی آید مرا صوفیان گوید چون ماه دو در است آی کمال صوفیان گویند که چون ماه دو در است آی کمال حالتی وجیری آیی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا حالتی وجیری آیی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا بعدی سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا درود دوستان عزیز، یک شام زیبای بهاری را با هم در اختیار داریم و باز امکان داریم که همین شام زیبا را با شنیدن سرود و ترانه‌های بسیار جذاب زیباتر سازیم، خاطرماندتر سازیم و قرار است که در این شام در خوانندان هر یک شما و استودیوی برنامه خاطره ها صدا بدهد سرودهای یکی از هنرپیشه‌های خلقی تاجیکستان، هنرپیشه‌ای که اسمش همیشه در یاد و خاطره مردم باقی خواهد ماند، محمد سعید احمد و سرودهای آن کس را برایمان این شام قرار است اجرا بکنند هنرپیشه‌ها از فیلارمونیای خلقی شهر حصار و همصحبت ما هستند لطیف
معروف کمالی، هنرپیشه شایسته تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. تشکر زیاد. این سروده که در آغاز برنامه برایمون اجرا کردید، صدا داد، یک سرودی است که بسیار خاطرمون است، یک سرودی است که بسیار شناخته و معروف است که ورد زبانی تمام مردمی تاجیک هست. این سرود رو اولین مرتبه استاد محمد سید احمد اجرا کرده بودند و شما همراهشان کار کردید. در وقتی سراییدن همین سرود همراهشان بودید؟ وقتی که این سرود تولد شد، آن زمان ها ما با همراهی محمد سید همکاری نداشتم، چون که محمد سید با فعالیتشون دیگرتر جای بود. وقتی که این سرود شنیدم خیلی برای من مقبول بود و هر زمان که میشنیدم با گوش خود باز همین سرود شنوم. چرا خیلی سرودی ماندگار، سرودی که تاثیر بخش. ببینید زندگی خودش تقاضا میکند که از تو یک ساعت جدایی خوش نمیآید مرا، با دیگر کس آشنایی خوش نمیآید مرا. ببینید زندگی هر زمان انسانیت تکرار میکند که شما با کسی یک دوستی میبندید، عهد دوستی میبندید، باید این دوستی را پاینده بدارید. بله، صادق باشید. و هر زمان این شعر تاکید میکرد که شما انا همین مثل که حضرت کمال بزرگوار این غزل را چنین گفتن و با صدای مرغله‌دار محمد سید که این سراییده میشد با گوش ها و با دل ها خیلی راه خوبی رو طی کردن. بله، گفتید که در وقت سرودن این سرود همراهشون نبودید، ولی درباره این سرود معلومات دارید که کی تولید گردید، چگونه؟ این سرود الکی از سالهای 90 پیشتر تولد شدگی بود و وقتی که این سرود صدا داده بود بارها هنرمندان کوشش کردند که بازخوانیش بکنند، چون چگونه که شما هم گفتید متنی خیلی والا دارد و زیبا نوروا نیست، کوشش کردند و همین سرود را با صدای این بانوی هنر نیز ما شنیده ایم. گفتید که فعالیت محمد سید احمدوف در ناحیه ها صورت میگرفت. در کدام ناحیه ها، چگونه و به شهر حصار کی آمدند؟ بعد ختم همون آموزشگاه روشننمایی سابق ناحیه لینین که امروز ناحیه رودکی است، بعد ختم همین اون زمان ها دوره شوره 2 سال برای همون دیپلم گرفتن 2 سال باید فعالیت میکردید در یک جا. وقتی که شما با یک مکتوب میفرستادن با کدام ناحیه‌ای که اختیار میکردن با همون ناحیه میفرستادن. خوشبختانه محمد سید احمدوف با ناحیه کمسمال آباد همون دوره و امروز نورآباد است، با همونجا میروند و فعالیت خود را در همونجا آغاز میکنند در خانه مدنیت ناحیه نورآباد امروزه. خیلی بعد از 1-2 سال یعنی همون کاری دیپلمی خود را تمام کردن، بعد بازگشت کرده با ناحیه خود، ناحیه حصار بازگشت میکنند. بعد همون یک کلوب جماعت قلعه حصار با حیث راهبری بدهی همونجا با فعالیت شروع میکنن کاری خود. بله، یک اسم مخصوص روی استاد گذاشتن، محمد سید حصاری. در هر سامانه های اینترنتی که میخواهی که سرودهای استاد رو بشنوی و همون اسمش رو مینویسی، حتما پای اسمش محمد سید حصاری میبراید. همین گونه است که همین منطقه رو، همین صنعت موسیقی تاجیک رو معرفی‌گر بودند استاد. وقتی که به شهر حصار رفتن، شما از آغاز شناسشویتون همراهشون بگویید. من تا زمانی که آمدنشون ما چون که من معرکات در توی ها وامی خوردیم، صحبت میکردیم و وقتی که به فعالیت سرگردان در همون کلوب جماعت حصار، بعد پیوسته ما همکاری میکردیم. خانه مدنیت، من در خانه مدنیت ناحیوی بودم، اون کس در همون کلوب جماعتی قلعه حصار. بله. همون زمان علاقه شهرتیار شده بود میانی مردم. بعضا در همین توی ها ما وامی خوردیم، یک لحن زیبا، یک جوانی خیلی زیبا بودن، حسنشون هم زیبا، بعد لحنی بسیار یک مخملی داشتند، یک با گوش ها با دل ها خوب میرسید و مردم زود مخلص گشتند با سراییدن محمد سید، با آوازخوانی محمد سید.
چونکه ایجادکاری محمد سید در همین بود که سخن پس را نمیخواند. بله. کوشش میکرد که سخن یابد که سخن به دلها هرچند به گوش کی رسید به دلها چی وای جای یابد. انا میخوام همیشه کوشش همینا به خرج میدادم. بله. اگر به دل رسد به قلب رسد پس در خاطره ها باقی میموند. وقتی که شما گفتید که در توی معرکه ها بسیار دعوتش میکردن تکلیفش میکردن و نوارها را که تماشا میکردیم شما همراه اون کس طبل مینواختید خیلی با یک احساسی بلند با یک جذابیت خاصه و گمانم حلاوت میبردید از سر خونی اون کس. البته چون که من بسیار خودم یک شخصی در هنر دل دادم یه فدایی هم برای صنعت. من دوست می‌دارم که صنعتکار همین خود سراینده باشد خود مطرب باشد. اگر مطرب باشد همون اسبابی که به دست میگیرد اون اسباب مطیعی انمی هنرمند باشد و وقتی که اون به همون اگر اسباب‌های تاری باشد پنجه‌های خود میزند انا همون با همون تارها چنان مطیع کند که خود مست شود خود همون مفتون شود در نواختن خود. از اون جمله من وقتی که دایره به دست میگرفتم گمان میکردم که دنیای من همین است زندگی من همین است در ان همین نواختن دایره من زندگی میکردم. تا زمانی محمد سید من یک چند هنرمند خاطی بودم نگه وقتی که با غزل خوانی محمد سید چون که محمد سید بسیار غزل های بلند میخوند وقتی که هر یک غزل محمد سید آغاز میکرد من کوشش میکردم که به مضمون و به معنای این غزل اهمیت بدم و با من همین عالم غزل میبرد. درست گفتید که انتخاب متن همیشه استاد انتخاب متنی خیلی والا داشتند سرودهایشون همیشه تاثیر بخش بودند و همین سبب است که تا حال اسمشون سرودهایشون در قلب و خاطره های ما باقی مانده است. یک سرود دیگر پیشنهادمان سازید. سرودی که ما حاضر با همراهی شما تماشابینان میخواهیم بشنویم البته این از مولانای بزرگ است دلا نزد کسی بنشین دیگر که از دلها خبر دارد. بیاید سرود رو میشنویم. ای دوست بیا در قدمت زار بگیریم تو خنده کنو گو که چه مقدار بگیریم کس نیست که تیماری مرا کس نیست که تیماری مرا بر تو رساند بر به کسی و خشو به تیمار بگیریم آه بر به کسی و خشو به تیمار بگیر
تاری کسی بیشین که در دکان شکر دارم که در دکان شکر دارم و دکانی کسی بیشین که در دکان شکر دارم که در دکان شکر دارم تشکر زیاد. واقعا هم تاکیدهایشان بسیار بجا است. واقعا ما در دوام روز اگر حداقل با 10 نفر صحبت داشته باشیم، از آن میان 1 نفر همون حرف دلی ما رو میفهمد، 1 نفر هم صحبت خوب شده میتواند. مولانای بزرگ که دیگر با عالمیان آشنا است، سبکش، شیوه گفتارش، و استاد نیز وقتی که همین معنا را به سرود درآورده زمزمه کردن، تاثیرش دیگرگونه گردیده است. آفرین. شما در مورد تولید همین سرود و بازخوانیش بگویید. کی آماده کردید شما؟ چه خیلی بود؟ هر یک چیز در یک عالم تولد میشد، تاریخ روزش است. بله. یک وقت ما به یک محفل دعوت کردن. در اون محفل بابا سعید یتیموف شادروان برادر گرامی قدر ما همون برنده همون بزم همون شب بود. این هنوز خطا نکنم سالهای 98 وقتی که همین
غزل قرائت کردن. محمد سعید با گوش وقتی شنید، وقتی که نوبت دادم با محمد سعید که باید سرود خواند ما بزم بریم، بابا سعید جاشان جویان حتی ما بود، بابا سعید جان اینقدر غزل زیبا را گفتی منت بیهوش کردی تو، اینت حتما باید من خیلی مولانای بزرگ کتابش کلیاتش در من است، نگه این سخن خطی منت مفتون کردی. بعد گفت که شما خیلی نباشه و اگه نه بعد از باز من شما با دست نویس کرده میتیم. خیلی بعد وقتی که ما باز ما تمام کردیم خیلی با نشست کردیم اینا از خود کردن گرفتن نوشته. بعد همون شب با ما جای نشست داشتیم با بعد بازگشت کردیم، همون شب علاقه در آهنگ در آوردن چون محمد سعید بسیار یک ذهنی بسیار تازه داشت. هم یک چیز میگیره یک غزل تا 20 صفحه میشه، یک شب دمی غزل میگفتن سحر دا کوشش میکردن که اینا آهنگ خطی خوانن. این خیلی من کمی کم در سرای اندام میبینم، چون که بسیار عاشق بوده همین در سراییدن سخنی بالا. برای همین حضرت حافظ بسیار یک با مورد همینجا میگن که ای بی خبر بکش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راهبر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق هان پسر که روز پدر شوی. انا همین بود که عشق علنگه میزد و آتشه که انا همون علنگه عشق سخن محمد سعید بیدار میکرد، حتی شبها خام نمیکرد و کوشش میکرد که همین پگاه البته اگر باید جو دعوت شود باید سرودی تر و تازه به نزد مردم باشد. هنرمند قالبی نبود، هنرمند الهامی بود. و بعضا یک آهنگ خطی یک غزل میبست با اگر دیگه جا میرفتیم الکه با یک آهنگ دیگه باید میسرایید، چون که میگویم من همین چیزا من با معقوله با این آهنگ خطی می ردیف خطی هم من میتوانم این خوانم. این هنر در نه همه سراینده است. درست. جوهر ایجادی نه هر کس دارد، نه هر صنعتکار دارد. آفرین. و شما چگونه آمادگی هایتان بود، چگونه بازخوانی گردید و از طرف هنرپیشه فیلارمونی خلقی شهر حصار صدا داد، آمادگی هایتان کار کردی همین سرود چگونه بود؟ بعد سال 2000 الکی پیوسته که رابطه با فیلارمونی خلقی تاج‌الدین محیدینوف وای شد، در اینجا البته من عبدالرحمن جان نورов با پیوسته فتح‌الدین حبیبов شاگردانشون هستن. خب هستن جوانایی که پیرو، لیکن از همه لحنی که نزدیکتر با آواز محمد سعید آواز همین عبدالرحمن جان نورов هستن. خیلی با لحن زیبا که میسراین. این کس میگفتن که من بعضا همین سرود در تنهایی خوانم، برای شما اجازه هست، چون که شما همین سرود در آوازتون میتوانید رسانده، یعنی با همین صدای زیباتون میتوانید به مردم رسانده. پیوسته همکاری بوده، می آمدن میشتن یک جای بودیم کار میکردیم، من گروهی من دایره سفر جان، طاهر جان، فرهاد جان هستن که پیوسته سرودهای یک جای کار میکردن. و همکاری هایتان همین یک دسته مکمل موسیقی همراه استاد که یک صنعتکار بسیار حرفه‌ای بودند چگونه صورت میگرفت؟ و دوست می‌داشت که وقتی کار سر میشود و باید کار کند، یعنی ایجاد کند. و من اینجا من حاضر بس میشد که خیلی امروز میمونیم پگادا دیگه همین یک چیزی که وای میگرفتن که باید همین غزل همین روز کار کرده شود، همین علاقه در یک قالب میکشیدن پیوسته. بعد میگفتن که خیلی من اقل علاقه ما یک وایمونه یافتیم. من با آهسته همین پیرو از پس البته این یک سرود وقتی که تولد میشد و یا وقت در کار که و در یک روز 2 روز 10 روز و سفته نمیشه. و پیوسته با بعض از نزد منقدایی که اون سخن چگونه هست در وزن قافیه که همین در آهنگ تلعم شده است یا نشده است. ببینید انا بعد و یا میان مردم میسراییدند. از گفته‌هایتان چنین پی بردیم که با یک انرژی زیاد همگی کار میکردید. آفرین. حالا که فرصتی پیشنهاد یک ترانه دیگر است، پس ترانه نوبتی رو میشنویم که یار دل‌آزار نام دارد. مرحمت.
با قدرم نرسیدی چون بلبل شوریده و شور آمده بودم ای غنچه پرخار با قدرم نرسیدی چون بلبل شوریده و شور آمده بودم ای غنچه پرخار با قدرم نرسیدی ای یاری دل آزار 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 عاشق به تو لحنی شما گفتی و رفتی عاشق به تو لحنی شما گفتی و رفتی ای همدمی حق یار با قدرم نرسیدی ای غنچه پرخار با قدرم نرسیدی چون بلبل شوریده و شور آمده بودم ای ماه شبی دار با قدرم نرسیدی چون بلبل شوریده و شور آمده بودم ای ماه شبی دار با قدرم نرسیدی ای یاری دل آزار 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 ای یاری دل بدخواه بودی نکی به نکا نکردی بدخواه بودی نکی به نکا نکردی ای ماهی شبی تو با قدرم نرسیدی ای غنچه پرخار با قدرم نرسیدی چون بلبل شوریده و شور آمده بودم ای ماهی شبی تو با قدرم نرسیدی
بلبل شوریده و شور آمده بودم ای ماهی شبی تو و قدرم نرسیدی ای یاری دل آزار 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 саломат бошед. чӣ гуне ки огаҳ ҳастем устод ҳамаи оҳангҳоро барои сурудҳояшон худашон эҷод мекарданд аз ҷумла ҳамин оҳангро این آهنگی که عبدالرحمن جان سراییدن این کس یک جایه با همین محمد سعید تیار کردن سخنی بسیار خوب شاعره محبوب ما فرزانه گفته بودن بسیار احترام میکرد نسبت بانو فرزانه من میفهمم که همین بانوی زیبا همین قدر خوب گفته است بعد گفتم کنی خان شکرگوی این نفسی را که تو را هم نفسم که زیباد این نفس هیچ بدادت نرسم روزی پدرود که تابوت مرا خواهند برد تا ابد طول کشد رشته اشکت زی پسم بعد همینا آهنگ ده همون نشستند در آهنگ یک جایگی نشستیم بگو ما دایره گرفتیم بعد گرفت همینا بعد همین آهنگی که حاضر وای است این کمتر وایش تغییر دادگی این کس شکرگوی این نفس را که تو را هم نفسم که زیبادی نفس هیچ بدادت نرسم علاکن امروز این مرد هنر میان ما نیست نه که ایجاداتی او با ما همراه رفته ایستاده است ما شکر میکنیم که انا همین خیل در این سرزمین چنین مادرای ما چنین فرزندها را به دنیا میبرند شکر خدای مهربان که انا همین خیل سراینده است که مردم بیدار میکنند با سروداش بله صنعتکاران اصیل بله. و گفتید که تغییر و الوه وارد کرده است در آهنگ سرود چگونه است یک کمی در این مورد شرح بدید چگونه تغییرات در متن نیست و یا تنها در آهنگ اون وقتی که این عبدالرحمن جان که همراهی کار میکردن همین سرود خودشان پیشنهاد کردن بعد اون کس گفتن که انا همین وای خدی در لحن آواز شما همین خدی میخوام پیشنهادی استاد بود پیشنهادی استاد چون که وای آدم لگه درک کردن که بسیار شینم آمده در صدای این کس اجازه داده که در همین آهنگ شما سرایه و من عبدالرحمن جان با همین صدا با همین لحن می سرایم یعنی وابسته به سبک ایشان آن کس تفسیر دادند و اجرا کردند البته از محفل ها و از مراسم هایی که همراه اشتراک داشتید بسیار حرف زدید یک کمی از خاطره های بگویید که برایتان بسیار ماندگار است همراه استاد در همون محفل ها در همون جشن هایی که همراه اجرا میکردید یک وقت یک به خاطر بیارم ما دعوت کردن یک روز بارانی هم وقتی فصل من همین آمدی بهار باری شد بعد من گفت که کمالی همین یک توی گفتیانه همین روز بارانو چخیل کنم همین گیریم پگادا خدشو نمیگیری آخی میریم بارانی بهاری کو بعد رفتیم یک جایه بعد خدمت تمام کردیم اون طرف بیم که یک راب سلف را آمدگی اگه من پس چنبره که ماشین بعد گو که چخیل میشه این ما گفتم الگ آواش کم شدگی فقط لایقه ماندگی همین میانه هم لایقه برفتیم که ماشین ماند بعد گفت چخیل میکنیم کمالی من گفتم حافظ فرامده که ماشین تله میکنیده بعد همون گفت چخیل کنم من گفتم هم پتینکاتیش نبرار چون که لای میشد وای میشد همین خطی فرامد بعد از پس ماشین گذاشتیم ما پس رول با
همین ماشین همین خپیده یک تیله داد که ماشین برآمد و همین چرخ ماشین چرخ دور زد همین یک طرف همین لایقه همین طرف آمد من مخبر آمدم جای همواره گرفتم آمد مگرم این لباسا ما بدر کنم گفتم من هیچ جب نداره همین خیلی میشینی تا خانه تا میبریم یک حالت بود که اگر بارش نمی بود از اطراف میدن که یک حافظ نامی این در این حالت این یک خیلی از خود یاد فراموش میزد. بله واقعا این صحنه که نقل کردید از خاکساری از نفر زمینی بودن استاد درک میدهد با وجودی این همه استعدادی بلند داشتن یک نفری بودند که همیشه در بین مردم و برای خدمت به مردم همیشه در همه حالت آماده بودند و میگفت که انسان ما از خاک آمده ایم باز به خاک بازگشتنی هستیم چون خدا فرمانده است همین خیلی ما باید خاکسار باشیم خاکساری از دست ندهیم چون که باید بسیار سخنهای بلند که می‌سراید از سعدی و حافظ و بیدل و مثال جامی و حضرت مولانا که می‌سراید البته با این خیر سخنهای بالا در یک جامعه غزل در بدن پوشیدن البته خاکساری انسان به خاکساری میبرد اگر به همون سطح و بری همون غزل اصلیش درایی البته خاکسار میشه. استاد همراه صنعتکاران بسیار بزرگی کشور همکاری کردند در مورد اونها کمی برایمان بگویید خاطر رسان کنید که همراه کیها کار کردند چه استاد ظفر ناظم بسیار دوست می داشتند حافظ محمد سعید که بسیار لحن زیبا داری و سخنی پس نمیخوانی سخنی میخوانی که آدم زود به خود میبرد زود همین قلبش بیدار میکند برای همین من باوری دارم که میان مردم ایجادیات تو همین هستی تو جاویدانه بله سخنی استاد ظفر ناظم خیلی پیوسته کن محمد سعید با قاری تقوی مراد خوش وقت هم نشسته داشت هم دوست مراد علیوف خب من پرده قاسم خطی گرچنده که همراه استادان کار کردند و استادانی که اونها مکتب خاصه خود را داشتند ولی محمد سعید احمد باز از اونها الهام گرفته مکتب و سبک خاصه خود را تشکیل کردند. البته همین بود هر یک هنرمند وقتی که یک موقع خودش اشغال میکند البته پهلوها در کبگی دانچین از یک میگیره و بعد آیسته آیسته چیکار میکنه خود پرواز بشود بعد میخواهد که در همون یک مقام در یک مقام جای خودش پیدا کند و محمد سعید یعنی گوهرشناس درست انا همین استاد مکتبش از خود کرده و از کدام هنرمندی که میگفت اگر یک تصویر میتوانی سراده چون که از همینا الهام گرفته از مکتب همین آموخته بود این هم درجه انم خاکساری محمد سعید بود که آموخت و به همین درجه رسید. سلامت باشید تشکر زیاد چون در این 25 سالی که همراه استاد فعالیت کردید معلوم است که خاطره های خیلی زیاد از استاد دارید و برنامه ما کفایت نیست برای اون که همه اون خاطره ها رو بگوییم و کوشش کردیم تا اندازه کافی برای بیننده ها از خاطره های استاد یادآوری شویم و در فرجام یک ترانه دیگر میشنویم. چمن را هر کی آمد یک زمان نادیدارم گل اگر بیش کفت اما غنچه سان نادیدارم این چمن را هر کی آمد یک زمان نادیدارم گل اگر بیش کفت اما غنچه سان نادیدارم وحشتی امکان تنها چشم ما پوشیده کرد وحشتی امکان تنها چشم ما پوشیده کرد میوه این باغ را پیر و جوان نادیدارم
بسیار بود و هجانا دیدارم این چمن را هر کی آمد یک زمان نادیدارم گل اگر بشکفت اما گلشش نادیدارم چمن را هر کی آمد یک زمان نادیدارم گل اگر بشکفت اما گلشش نادیدارم گل اگر بشکفت اما گلشش نادیدارم گل اگر بشکفت اما گلشش نادیدارم. دوستان عزیز، اینجا فرصت فرجام برنامه خاطره ها است و یادآور می‌شویم بار دیگر که امروز در برنامه ما رو همراهی کردن لطیف کمالی هنرپیشه شایسته تاجیکستان همراه گروه مطربان و سرایندگان از فیلارمونیای خلقی شهر حصار به نام تاج‌الدین محیدینوف و در فرجام تمنا آن را می‌کنیم که بگذار همیشه در خانه‌دانتان نوای سرودهای خلقی تاجیک طنین انداز باشد و همیشه یک حال خوب و خوش داشته باشد تا خاطره های دیگر خیر.